قصه بعدی که برای شما روایت میکنیم خیلی معاصره، تازه است و خیلی عجیب. ترانه جوانه، در واقع شعر جوانه رو محمد علی اخوات، شاعر آتش به جان شده فومنی در گیلان، 1 سال پیش در واقع محبت کرد به جوما. اما خب این ترانه چون عاشقانه بود، در اون پاییزی که هممون خبر داریم چه بر ما گذشت، اصلا نمیشد و نمیشد که به سامان بشه. ترانه در واقع ساخته شد اما اصلا نشد که تموم بشه. حال ما حال خوبی نبود و گذشت تا همین روزها. چند وقت پیش، شاید 2 ماه پیش، یک روز دوستی تماس گرفت، گفت که انسان جا افتاده، یک پیرمردی میخواد شما رو ببینه. باشه. و قرار گذاشتیم هم دیگه رو دیدیم. یک مرد کت و شلواری، چیزی بوده 80 ساله، اسمشو میگذاریم آقا یونس، آمد و یک کیفی داشت روی میز من ریخت و کلی برگه‌های تقویم، کاغذهایی که روش شعرهایی از حافظ، سعدی، مولانا، از فروغ، از شاملو، از سپاندو، از هر کس که، از اخوان، ولی همه یک نقطه مشترک داشتن، شعرها همه عاشقانه بود، 2 بیت 3 بیت و بسیارش اشتباه و جاهایی هم اسم اون افراد که تو شعر ما عوض کرده بود به اسم خانومی خودش بود خودکار. حالا نوشته بود مثلا اونجا اگه اون لیلی کرده بود محبوبه. بعد گفتم چه کار بکنم؟ گفت اینو برای من کتاب بکن. گفتم آقا من کارم این چیزا هست اما واقعا این چیزه. بعد دیدم خیلی چیز شوری دست، خیلی مشتاقه، نتونستم حقیقتش بگم، نگفتم باشه انجام میدم. بعد خب اینا رو به سامان کردیم، دوستانی کمک کردن و خیلی سریع میگم که تبدیل شد به یک کتابچه‌ای و تماس گرفتیم آقا یونس بفرمایید. کتابچه وقتی بهش دادیم اکثرا برگه‌های تقویم بود، تبدیل شد به یک کتاب یادداشتاش بود. کتاب باز کرد و شروع کرد به یکی یکی به برگه‌های کتاب رو بوسیدن. خیلی عجیب بود و میذاش به چشمش. نگاش کردم، گفت آقا تعجب کردی؟ نه گفت که تعریف کنم برات. گفتم بفرما. و قصه یونس و محبوبه این گونه است. این مال همین 2 ماه پیشه. میگفت که من سال 50 یعنی 52 جوانی بودم که 17-18 سال و در راه مدرسه با دختر 13-14 سالی آشنا شدم که دامن کوتاه می‌پوشید، موهاش بافته بود، گیلکا میگن جولش هم قرمز و عاشقش شدم. نتونستم بهش بگم اما همیشه مثل سایه دنبالش بودم هر جا میرفت و تا زمانی که وقت سربازی من شد رفتم سربازی، برگشتم دیدم که محبوبه رو دادم به آقای. خب این دیگه شوریدگیش زیاد. از اون موقع گویی هر جا شعری در روزنامه‌ای در جایی میدید که توش یک محتوای عاشقانه داره، خودش رو تعریف میکرد، عشقش رو با اون شعر و اون رو تو برگه تقویم سررتی دفترچه‌ای که داشت مینوشت، تبدیل شد به این حجم از اشعاری که تبدیل به کتاب شد. گفتم خب چه شد؟ گفت که آره. رفتم، خب این بعدها مدیر یکی از مؤسسات مهمی در گیلان شده، اسمش رو نمیگم، لونره. گفت یه خونه‌ای گرفتم بغل خونه محبوبه، خودشم ازدواج کرده بود که حواسم باشه که این آسیبی نبینه، مشکلی نباشه، به خانواده‌اش برم. گفتم همسرش متوجه نشد. گفت چرا؟ رفتم جلوش گرفتم بهش گفتم چی؟ گفتم ببین من عاشق خانومت هستم اما بهش نگفتم. بعد گفت آقا یعنی چی؟ گفتم ببین من هیچ کاری ندارم، فقط هر مشکلی که دارید به من بگید من انجام بدم. و واقعا باور نمی‌کنید ولی بچه‌هاش وام گرفته بود، بچه‌هاشو کار سربازیشون انجام میداد و این خانم محبوبه الان یه پیرزن 70-80 ساله اصلا هم خبر نداره، فقط شوهرش میدونه. ماشینشون خراب میشه سرویس میکنه، نمیدونم بیمارستان، دانشگاه و خودشون چون که یکی از مدیران مؤسسات مهم مالیه در استان. واقعا از روی صداقت هیچ وقت هم به محبوبه نگفت. من داشتم چک می‌کردم که شعری که محمد علی اخوات گفته چقدر شبیه داستان محبوبه و یونسه و اونجا توجیه شد که با این حال خراب یه کار عاشقانه رو بتونیم به سامان کنیم. گویی واقعا نیازه که ما در این احوال باشیم. ببینید خودتون توجه کنید، یک جا میگه سوسو به زی تاتر پروانه ببستم، میگه مثل درخشیدی، تا زمانی که درخشیدی من مثل پروانه دور تو گشتم، تا گل بکدی من تر دیوانه ببستم، تا تو گل کردی دیگه من شکوفا شدی، من دیگه دیوانه تو شدم. هرگز نتنم دن تی پریشانی، هرگز هیچ وقت نمیتونم پریشانی تو رو ببینم، هیچ وقت.
فندیر که تیپ کولکامویه نشانه ببوسم. نگاه کن که برای موهای در هم پیچیده و آشفته تو من فقط همون شونم، منو به اندازه یه شونه بپذیر. و خب این شبیه این شعر است دیگه. این تبدیل شد به ترانه جوانه که تازگی هم روایت کردیم برای شما و امروز برای شما اجرا میکنیم به افتخار یونس و محبوب. من هیچ دیگه اطلاعاتی از همسر خانم محبوب ندارم. و زیتا تر پروانه بستم تا گل بکدی من تر دیوانه بستم اونقدی بسی تنهایم بزم گب کی آفتابم ره پیل بیگانه بستم هر جا بوشایی سایه به سایه بوده بستم جایی فرسم که دوی خانه و بستم هرگز نترمدن تی پریشانی هرگز فندیر که تی کل کامو ینه شانه و بستم فندیر که تی کل کامو ینه شانه و بستم اوی دیل اوی دیل اوی دیل اوی دیل oy dil 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 dil oy dil ta rakh bkude mi dil sar taze javane ti khater wasi asagul khane bustam تا غمز تشین میدیل و جان فکلشته آفت به زواغان جان ببستم خستی تی بسخته دیل سبزه کنه وارش همه تغروب دم پیل برخانه ببستم خستی تی بسخته دیل سبزه کنه وارش همه تغروب دم پیل برخانه